به تاجیکستان و قرقیزستان میسر شده است که بر سر باش 14 کیلومتر مرز مشترک این دو کشور در سال اخیر به مرز اعظم ناآرام در آسیای مرکزی تبدیل یافته است به توافق دست بیابند. دیوان وزیران قرقیزستان خبر داد که از 12 تا 18 اکتبر سال 2023 در شهر بوستان ولایت سوغد تاجیکستان ملاقات نوبتی گروه‌های خریطه‌ساز هیئت‌های دولتی دو کشور اید به تعیین و علامتگذاری مرزها دایر شد. گروه‌های توپوگرافی 13 کیلومتر و 980 متر مرز دولتی قرقیزستان و تاجیکستان را مشخص کردند. طرف‌ها کار برای تعیین قطعه‌های باقی مانده مرز در ملاقات آینده که در قلمرو جمهوری قرقیزستان دایر می‌شود ادا خواهند داد. پیرامون نتیجه های ملاقات پروتکل دخلدار به امضا رسید. گفته می شود در اطلاع رسمی تفصیلات دیگر آورده نشده است. معلوم نیست که این نزدیک 14 کیلومتر مرز در نشست بوستان موافقه شده مربوط به کدام قطعه از بیش از 300 کیلومتر قطعه باسی باقی مانده در مرز تاجیکستان با قرقیزستان است. در اطلاع کوتاه تنها تاکید شده است که ملاقات در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد. از اول ماه اکتبر تاجیکستان و قرقیزستان اینک بار دوم از پیشروی در مذاکرات مرزی خبر میدهند. روز 8 اکتبر در پی مذاکراتی که از 3 تا 8 اکتبر در شهر بادکند قرقیزستان برگزار شد، طرفها خبر داده بودند که با 43 کیلومتر و 320 متر مرز عمومی بین دو کشور را مشخص کردند. یادآور میشویم با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه باسی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه ها رخ میدهند. این مناقشه ها بعضا به تیرپرانی ها میپیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف میشوند. در 2 سال اخیر در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 240 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.